چالش 30 روزه گیلان و غذاهاش. دومیش ننه قرمه است که هیچکی تا حالا اسمش هم نشنیده. خیلیا این غذای اصیل و قدیمی گیلان رو به اسم قیمه ماسوله میشناسن که خب به روش‌های مختلفی درست میشه و امروز میخوام قدیمی ترین و اصیل ترین روش برای درست کردن این غذای لذیذ رو بهتون یاد بدم. برو بریم. من میخوام گوشت رو توی یه ظرف سفالی که روی این آتیش و منقلی که منقلش هم سفالیه درست کنم. بعد زغال رو راه بندازیم. خب زغال ما دیگه توی این منقل سفالی گرفته و دیگه وقتشه که بریم برای پخت گوشت توی این قابلمه سفالی. اینو میذاریم روی زغالا و مواد رو میریزیم توش. گوشت و موادی که ریختیم توی این قابلمه باید 2 ساعت بپزن. من لپه ها رو از شب قبل خیس کردم و 2-3 بار آبشون رو عوض کردم. بعد از اینکه گوشت رو گذاشتیم 2 ساعت بپزه، لپه ها رو هم حدوداً 1 ساعت بپزیم تا نرم بشه. پس روی لپه های 2-3 لیوان آب بریزید و بذارید حدوداً 1 ساعت بپزن و نرم بشن. تا گوشتمون داره اونور میپزه و لپه هامون هم اونور، ما باید پیازمون رو نازک خلالی کنیم. برای خلالی کردن پیازتون یه نکته خیلی مهمه باید جدی بگیرین که دستتون آسیب نبینه. پیازو که نصف کردین، ببینید باید به این صورت دستتون رو بکنید تو که نوک انگشتتون داخل باشه و این قسمت دستتون از نوک انگشت محافظت میکنه. شما بیا جلوتر اینو قشنگ بگیریم. ببینید نوک انگشتم داخله و این قسمت نمیذاره اصلا تیزی چاقو به دستم برسه. حالا به این صورت نازک خلالش میکنین. پیازها رو بعد از اینکه نازک خلالی کردین باید با حرارت خیلی کم توی روغن نسبتاً زیاد تفت بدین تا آروم آروم طلایی بشه. بعد از 1 ساعت لپه ما پخته، حتما تستش کنین که نرم شده باشه. گوشت ما 2 ساعت پخته و الان وقتشه که بریم یا ساتوریش کنیم یا هم که ریشش کنیم. این هم از گوشت ما. به روش ما قدیمی ترین روش برای درست کردن ننه قرمه، نقرمه یا همون قیمه ماسوله است. جدیدن بعضیا میان با گوشت چرخ کرده این غذا رو درست میکنن که خب برای راحتی کارشون میتونن این کارو بکنن، ولی اون قیمه رشتی و خیلی از نظر موادی که توش استفاده میشه و اینا با این قیمه فرق میکنه. حالا من میخوام این گوشت رو ساتوری کنم و بعد بریم سراغ باقی مراحل. همش گوشته. چقدرم خوش عطر لامصب. ببینید پیازمون با حرارت کم قشنگ نرم و کاراملی شده. بعد از ساتوری کردن گوشتا وقت اضافه کردنش به پیازهایی که طلایی شدن. لپه هایی که پخته بودیم رو میریزیم توش. ادویه هاشم نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و زعفرون میریزیم توش. حالا آب گوشت رو هم به غذامون اضافه میکنیم. فقط دقت کنید که این غذا قراره خیلی کم آب باشه. خورشت ما باید 45 دقیقه الی 1 ساعت با حرارت کم قل بخوره و جا بیفته.
بعد از اینکه خورشتمون 50 دقیقه پخت، موقع اضافه کردن آب نارنج و زعفرونه. این غذا زعفرونش خیلی زیاده، یه طعم زعفرونی و دارچینی داره. بریم برای اضافه کردن آب نارنج و زعفرون. این غذا رو خیلی‌ها بهش ربم اضافه میکنن یا لیمو عمانی، ولی این رسیپی قدیمی ترین طرز تهیه برای درست کردن ننه قرمه، نقرمه یا همون قیمه ماسول است. و این میشه نتیجه نهایی کارمون. به 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 به، عجب غذایی شد. کنارش هم یه برنج خوشمزه با یه تهدیگ خیلی خفن درست کردم. بریم برش گردونیم ببینیم تهدیگش چطور شده. عالیه. چه تهدیگی، چه تهدیگی. به به. پیر پیغمبر خیلی جذاب. اصلا عطرش، بوش، اصلا نمیدونی که خدا وکیلی چی ساختن آخه این قیمه‌شی. نه قرمه است نه قیمه است، ولی ننه قرمه است، بعد قیمه ماسوله است. عجیبه. جاتون خالی، این ترکیب طعم اصلا حرف نداره. حتما درستش کنید و در کنار عزیزانتون از خوردن این ننه قرمه لذت ببرید. من بهنام رستمی هستم و خیلی خوشحال میشم که تو این چالش 30 روزه با من همراه باشین تا غذاهای قدیمی و اصیل گیلانی رو با هم درست کنیم و لذتش رو ببریم. خیلی هم ممنونم که با لایک و نظرات ارزشمندتون از من حمایت میکنید و به هم کمک میکنید تا غذاهای خیلی خفن‌تر و خوشمزه‌تری رو با هم درست کنیم. فعلا خدا نگهدار.